الرحمن الرحیم. دوستان شما را خوش آمدید میگم به اولین لکچر از کدام برنامه دیگه؟ سیسینی انترپرایز 200 چند یک. ما شما در جلسه قبلی هم گفتیم که کورس ما شما کسی که میخوانیم کدام چپتر را شامل میشه؟ اونمو 8 چپتر است. ولی امروز ما شما که انتر میشیم کدام چپتر است؟ نتورک فاندامنتالز است. ای اولین چپتر است که امروز ما شما عملا داخلش میشیم و دیگه اولین لکچر خودم میخوانیم. صحیح است؟ خب دوستان، الان ما شما دیگه از سر چپتر نتورک فاندامنتالز دیگه بخیر شروع کردیم. صحیح است؟ اولین تاپیک که امروز ما شما دوباره گپ میذاریم، نام تاپیک ما شما چی است؟ TCP IP. امروز باید با شما TCP IP آشنا شویم که در نتورک TCP IP چی را میگن. درست است؟ خدا آخر شونین هیچ وقت TCP IP چی از به نظرتان TCP IP؟ یک بندر از پروتکل است. بله. این TCP چی معنا میده؟ ترانسمیشن کنترل پروتکل مخففش میشه. و IP چی مخفف میشه؟ اینترنت پروتکل. خیلی ببینید. حالا دوستا بختاری ما شما این معنای TCP رو بفهمید که TCP چی معنا میده. بر شما ما باز اگزمپل ها میدم. صحیح است؟ به عنوان مثال در دنیای نتورک کدام پروتکل را میشناسیم؟ به یه دفعه تفکیک کنیم. صحیح است؟ پیش خود چقدر پروتکل را آشنایی داریم؟ شاید اول متوجه نشده باشین نمازات پروتکل را آشنایی داریم. این به عنوان مثال اگر ما شما خواسته باشیم وب پیج را اکسس کنیم، کدام پروتکل بخاطر اکسس کردن وب پیج است؟ HTTP و HTTPS. این متوجه شدین کدام وقت اگر در قسمت وب براوزر بیایی به عنوان مثال اینجا مثلا ما شما میخوایم که این قسمت چی رو باز کنیم؟ دیگه مثلا فرض کنیم میخوایم فیسبوک رو باز کنیم. اگر من اشتراک کنم facebook.com میفهمید چه رقم است، اتومات پروتکل چی رو میگیره؟ HTTPS رو میگیره. همین پروگرام گوگل کروم وقتی دیزاین شده استارت شده هر کسی که این قسمت یک چیز نوشته کنه اتومات پروتکل HTTP یا HTTPS هم راشی میشه دیگه برای جاین میشه. ما یه فوق چیز اخنا باز کنیم این قسمت مثلا دیگه گوگل رو باز کنم میخوایم چی اکسس کنم مثلا ما فیسبوک طبعا ما ایران لیست میاره نی ببین چه رقم از این قسمت لیست آورد این قسمت نوشته است نی. اگر ما شما بالای این دکمه فیسبوک کلیک کنیم و پروتکلی که بر ما و از وب پیج میاره این وب پیج سفر که میاره اون کدام پروتکل است؟ HTTPS است. فهمید چه رقم است؟ این قسمت ما کلیک کردم شده شما مطلب. حالا اگر من این قسمت کلیک کنم ایمیل خود تایپ کنم پسورد خود تایپ کنم صحیح است؟ این کدام پروتکل است که ایمیل پسورد ما را میگیره این تا کجا میبره؟ تا سرور فیسبوک. فهمید چه رقم است؟ این کدام پروتکل است؟ این HTTPS است. بله. حالا بین ما و سرور فیسبوک که هر چیز اکسچنج شوه این کدام پروتکل است؟ HTTPS است. این قسمت که نوشته بوده که HTTPS این به این معنا میده. فهمید چه رقم HTTPS؟ یعنی که بین نزدیک اینجا کلیک کردید دیگه این قسمت که بین تو و فیسبوک دیگه هر چیز که اکسچنج شوه این پروتکل HTTP است دیگه. شده شما مطلب؟ ارائه چه رقم است دوستان؟ این سرور فیسبوک در کجاست میفهمین؟ بله. دیتا سنتر اصلیش در کجاست؟ در USA از در امریکا است. خب اما باز به خاطر که الان شما فکر کنید اگر ما بخوایم فیسبوک اکسس کنم ریکوست ما کجا میره؟ الان شما فکر پاکستان مثلا دیگه کشور نه این کجا برام مثلا این قسمت به USA چقدر وقت برمیگیره؟ بدونید چه رقم است؟ بله. این است که مثلا نور مثلا گپاس نی اما امی فیسبوک اگر سر سنتر خودش یک دانه سنتر داشته باشه زیاد لود نمیه. روزانه اما کم از کم 2 میلیارد نفر یوزر داره نی بخی 2 میلیارد گوشه بان امی روزانه یک 200 میلیون نفر آنلاین میشه. 200 میلیون نفر روزانه آنلاین شوه او سرورها چقدر سرشان فشار میه نمیه؟ خیلی چی کنه فیسبوک به نظرتان؟ برای چه خود زیاد کنه؟ ولی کار کرده. اما در روسیه، در هندوستان، در دبی، در امریکا، در اروپا چی داره از خود دیگه؟ سنتر داره. فهمید چه رقم است؟ این بختار زیاد فهمید چه رقم است که اکمک لود چی شود دیگه؟ سر یک امی نمایندگی نباشه. سر از او میفهمید چه رقم مسئله است؟ اول پیش این کمپانی مخابراتی که موجود هستیم فعلا خود سرورای چی وجود داره؟ سرورای فیسبوک وجود داره. فهمید چه رقم است؟ خود چی وجود داره دیگه؟ سرورای فیسبوک. اما اگر من فیسبوک حالا خب ما از طریق چی کار میکنم اینترنت؟ از طریق مثلا ما با ما سی وصل هستم. اینی آی اس پی ما وصل هستیم. آی اس پی به نام چی است؟ به نام وسترن است. از این آی اس پی به نام وسترن تلکام است. اداره اونو از کی اینترنت گرفته خودش؟ از دیگه آی اس پی. یعنی مثلا کدام آی اس پی؟ فکر کنم آی اس پی باز اوای کسایی که از آی اس پی که از دیگه آی اس پی اینترنت میگیره یا از افغان تلکام میگیره. فهمید چه رقم است؟ یا از افغان بی سی میگیره.
فهمید چه رقم است؟ یا از اتصالات این کمپانی بزرگ باز به خود آی اس پی ها اینترنت میده. فهمید چه رقم است؟ ما خیلی اعمال آلریدی افغان بیسیم هستیم، این چیزا میبینیم که از فیسبوک سرورای کجا وجود داره؟ در افغان بیسیم وجود داره. اگر مشترکینش مثلا میخوان اینترنت کار کنن، فیسبوک کار کنن، او سروری که واسه داخلش عکس اپلود میکنی، دیتا ها رو میبینی، او سرور در کجاست؟ این نمیجاست. فهمید چه رقم است؟ او سرور که است، این سرور که دیگه است، داخلش اکانت کل مردم دنیا نیست که تمام مردم دنیا چی باشه، مثلا این قسمت دیگه هیچ اکانتش ذخیره باشه، هیچ فقط اکانتای کی است؟ این مردم افغانستان. و او سروران هم که است خود افغان بیسیم نورده اینجا. و از طرف کی آورده شده؟ از طرف خود فیسبوک به یاد داده شده. فهمید چه رقم است؟ اگه شما مثلا فکر کنین درست است که والای سرور قیمتی را چطور خریده، او قدر با استوریج قوی تر، پروسر قوی تر، او را کی نخریده؟ او را خود افغان بیسیم نخریده. و از طرف فیسبوک کی داده شده؟ به افغان بیسیم داده شده. اما هر کسی که از طریق سیم کارت افغان بیسیم میخواد به عنوان مثال فیسبوک کار کنه، این پکیجش کجا امریکا واسش کجا میره؟ این نمیشه. این ماکرویان همین سرورش هم نمیشه. فهمید چه رقم است؟ و دوباره پس ریپلایش هم از کجا میاد؟ از این نمیشه میاد. فهمید ان شاء الله مطلب این کار میفهمید چی خوبی داره؟ یا خوبی جو خود فیسبوک است. سر سنترش فشار میاد؟ نه بابا، او سنترش خیلی چی میکنه دیگه؟ قرار بیکار شدگی زمین رقم است؟ بله. وی فهمید چه رقم است؟ او مین سنتر بکاپ است دیگه. یعنی اگر سرورای بخیج از بینم بره، اکانتای ما شما گم نمیشه، عکسای ما شما گم نمیشه. هر فایلی که ما در فیسبوک اپلود میکنیم میره به این سرور، وای کی رانش میکنه؟ با اون سرور اصلی. ما چرا مثلا دیتا سنتر اصلی. دال یک خوبی گفتم چی هست که سر از او فشار نمیاد. بخاطر که لایو و مردم خدمات نمیده. و یا خوبی چی رقم است و خود مردم خوب است نه؟ فیسبوک چقدر فاست کار میده. بخاطر که سرورش دینی میجه. شو مطلب یعنی که هدف مزی بوده که کسی فکر نکنه که والا این فیسبوک این در امریکا سرورش از ما اندیش است میره قانونی سرورش نمیشه است در پولی فیسبوک در سرورایی که نمیشه است بخیر ما لایو در پولیش استاد دیدیم لانچ هم کردیم فهمید چه رقم است سرور فیسبوک همون موجود است از گوگل همون موجود است از یوتیوب همون موجود است یعنی می سه دانه برند مشهور که مردم زیاد استفاده میکنن هر سه سرورش فیزیکی اونجا قرار ماندگی است شو شو مطلب امریکا یوزر اکانتش دیگه است نه این از خود افغانستان است فهمید چه رقم مرد خود کانتری ما شما میشه بکاپ شده ازواج با خراب شد نه او چه رقم است پیشتر گفتم مثلا اروپا است نه فرض کن امریکا است چند ایالت داره نه از یک ایالتش بکاپش با یک ایالتش است او هیچ وقت بکاپ خود طرف نمیارن میفهمید دیگه این طرف سکیوریتی صحیح نیست نه نباید دیتا لیک شه او که است بکاپشون پیش خودشان است هم سترسی پیش خودشان است هم بکاپ پیش خودشان است خود ساکاپ ما شما سر چی بوده در جریان درس ما شما رقم معلومات میره گفتم میریم وقتی کلی واسه سرش خلاص شد تو مثلا چی جریان داره میجا فهمید چه رقم است گفتیم امی پروتکلی که بین کامپیوتر ما و بین سرور دیتا را اکسچنج میکنه کدام پروتکل گفتیم ما شما HTTPS است یک دانه پیدار هم داره این پیدار چی است این قسمت HTTPS این فرق از یا چی است بله اون یک اسمش فرقش از دیگه اون که از داره چی معنا میده سکیور وای چی رقم است دیگه اون اگر نات سکیور دیگه است نداره این میفهمید چی معنا نات سکیور این چی فرق میکنه دیگه دلش دیگه سکیور است یا نیست یا هکینگ و چی میشه سعی خود دوستان امیال اگر ما این حساب پیج باز کردم کدام پروتکل بود HTTP بود HTTPS بود اس بود اگر ما این قسمت ایمیل خود ناشته کنم باز خود ناشته کنم قسمت پاسورد خود ناشته کنم نه ما چرا کنم ایمیل خود ناشته میکنم خود ناشته میکنم من مثال ناشته میکنم من مثال فرض کنیم چی nasib@gmail.com سیس این ایمیل خود ناشته کردم و پاسورد ما چی است شما کدام فالو اوش پاسورد چیه اصلا با شما نمیگم دیگه پاسورد ما چی است کابل @123 ای به عنوان مثال سیس این هم پاسورد فیسبوک ما ولی ترای نکنین مثلا واقعی نیست این خب این ما شما چی میگیم کلیر تکس فهمید رقم است این ما شما چی میگیم کلیر تکس اداره پروتکل HTTPS چی میکنه همین دیتای ما شما رو میگیره از شکل کلیر تکس بهش تبدیل میکنه با سایفر تکس فهمید رقم است این برام چت میکنه این میگم سایفر تکس بله یا باش میگیم ما شما انکریپتد تکس فهمید رقم است فای هدف از این کار چی است بخاطر که لالا بین آی اس پی نه وقتی دیتا مثلا ترافیک اکسچنج میشه از ما تا به کجا میرسه تا به سرور فیسبوک در بین خو آی اس پی وجود داره نشه کنه فرای آی اس پی بیا دیتا را کپچر کنن وی کلش ببینن که ایمیل تو چیز پاسورد تو چیز با صبرن خودشان انتر شون
پروتکل HTTPS کمالش در کجاست؟ اینمی که چی میکنه دیگه دیتا را میگیره از کلیر تکست به چه تبدیل میکنه با سایفر تکست. در واتساپ متوجه شدین با کسی کال میکنی نشته از end to end encrypted. دیدین چه رقم است؟ بخاطر که در واتساپ پروتکل HTTPS وجود داره. اگر HTTP می بود ایش گپ شوار نمیداد. حالا چی نشته از این قسمت end to end encrypted. نه پروتکل HTTPS از راحت هرچی میگی کسی در بین را دیدش نمیتونه. از بین را خیلی چی رقم ترانسفر میشه به شکل چی رقمی است؟ سایفر تکست. شده شما مطلب؟ الان دوستا اگر قرار باشه که با کسی سوال پیدا شود که چی رقم سیستم وجود داره که مثلا دیتا از کلیر تکست تبدیل میشه با سایفر تکست، درست است؟ با دو سایفر چی رقم است؟ در این قسمت که است یک چیز به نام چی وجود داره؟ الگوریتم. فهمید چی رقم است؟ ما شما الگوریتم نمیخوانیم نه سرکار ماست. این بیخی چی رقم است دیگه؟ یک دنیای جداست. کسایی که الگوریتم جور میکنن، درست است؟ الگوریتم بیخی یک رشته متفاوت است. کسایی که الگوریتم جور میکنن که مثلا چی شوی این قسمت دیگه اینجا اینا انکرپت شون از این شکل به شکل تبدیل شوه اونجا که رسید پس چی شوه از این شکل پس به شکل تبدیل شوه. این کار الگوریتم است. این یک دانه الگوریتم جهان که بسیار مشهور است ادوانس انکریپشن استاندارد است. فهمید چه رقم است؟ یک الگوریتم بسیار مشهور که در واتساپ هم به کار رفته، در فیسبوک هم به کار رفته، AES است. شما مطلب با همین رقم دیگه الگوریتم اداره اگر قرار باشه اگر ما شما یک وب پیج از طریق چی اکسس کنیم HTTP باز چی رقم است؟ بالا دیتا ها کلش چی رقم میره؟ کلیر تکست. هر چیزی که من اشتباه کنم اون رقم چی میشه دیگه؟ انتقال میکنه. اینا باشه که یک نمونهش براتون نشون بدم. ما نمونه زیر فقط اینجا دیدیم این قسمت اینه بخی HTTP رو کم کم گم شده دیگه کسی استفاده نمیکنه خاطر سکیور نیست. اینا مثلا نشون میگه این قسمت چی فرم آنلاین که فکر نشون کنم فهمید فرم چی آنلاین پاسپورت یه ثبت کنید اول کدام وقت اینجا کنید چه رقم است این کدام پروتکل است HTTP است این قدمی گوش نستن این HTTP است که استفاده کنی چه خوبی دارانی این تمام دیتاهای مردم سیو میباشن یا هیچ رقم است HTTP است نه اگه کلیک میکنی اونو قسمت ببینه بالا چی نوشته میشه کلام هم دیدین چه رقم است not secure دلت دیگه میگه اینا برات میگن دیگه not secure. لالا این قسمت دوستان ما شما با پیج باز کردیم کدام پروتکل ما با پیج آورد هیچ انظام وارنینگ میده ببین چه رقم است میگه پیج سکیور نیست میری داخل ما چه ما دیگه بدرم ما چی کار دارم دیگه پاسپورت دلش دیگه این قسمت وقتی که بخوایم مثلا فرم خانه پوری کنید این قسمت چه رقم است یک کام فرم خانه پوری کردیم با کل کام یعنی میشه خود یک فرم یعنی مثلا نام تناشتا کو تاریخ تولد تناشتا کو کل تناشتا کو دیتا هایی که ما شما تناشتا که فهم چه رقم است از پی سی ما تا به کجا تا اون مصور پاسپورت چه رقم میره کلیر تکست بله اگر اس پی بخوای بخوانیش هم تو راحت میخوانیش نام فهمید چه رقم تاریخ تولد کل انفورمیشن تا خواندن میتونه بخاطر یک پروتکل وجود نداره چی کنه دیگه الگوریتم وجود نداره که دیتا ها را چی کنه دیگه انکریپت کنه. یادتون باشه دوستا اون HTTPS که هست فری نیست. کسایی که از HTTPS استفاده میکنن باید سالانه چی کنن دیگه سالانه پیمنت کنن بله ها. او سکیوریتیش که هست فری نیست سالانه پیمنت داره. مثلا ما مال پیج داریم پیج تاپ تاون است نه سالانه پیمنت نکنیم فری نیست. اینا که از پیسه نمیدن فهمی چه رقم است. حالا تقصیر سکیوریتی نیستن دل کس که لیک شد. یعنی هدف مزید بوده که شما فرقی کی رو بفهمید این قسمت HTTP و بیادرش کی بوده HTTPS. خب هر دوی به کدام منظور استفاده میشه شما گفتیم یعنی وقتی که ما شما چه کردیم وب پیجا را اکسس کنیم شده شما مطلب یعنی دو پروتکل است نطور که ما شما یه لحظه معرفی شدیم یک HTTP که چه رقم است HTTPS. من گپای روزمره را میزنم چیزا که روزمره سر کار داریم مثلا دیگه پروتکل نام بگیرید که کاملا شناستیم یک پروتکل وجود داره با نام چی با نام DNS درست است دومین نیم سیستم این فایل چی میکنه بله این خوش شنیدین تا حالا عملی هم کار کردین این کارا نکردین این کارا اما چه شنیدین نیک مثلا چی میگه رقم است از طریق پروتکل DNS نام با IP و IP به نام نمی چی وقت میشه این کار هیست به باش ما دفعه چی نشون میدم این قسمت من اگزمپل از این نشون میدم به عنوان مثال اگر بخوایم که وب پیج فیسبوک رو باز کنم ما چی نشته کنم باید این قسمت facebook.com نشته کردم نه این چقدر دیر باز شد فکر کنم باز سر از ویدیو باز
خب این قسمت facebook.com نه درست است. وقتی که میخوای facebook.com رو اکسس کنی این کی است که با تو امی خدمات میده امی سفر روان میکنه نه یک سرور است ما شما گفتیم نه یک سرور است از طرف کمپانی فیسبوک نه که این وب پیج روان میکنه شده مطلب ما پیشتر گفتیم شما که سرور میج است آل اونمو سرور آی پی داره یا نداره بله آی پی داره نه وقتی که بخوای تو سرور اکسس کنی امی وب پیجش خب باید اینی قسمت باید چی نوشته کنی باید آی پیش نوشته کنی دال آی پی کی میفهمه آی پی فیسبوک نه این نوشته کنم من فیسبوک که فیسبوک باز شوه کسی میفهمه هیچ کس نمیفهمه نه اگه حفظم کنی پس یادت میره به می خاطر از خوب که ما با شما اما آی پیش نشان میدم صفحه سی ام دی کامل این قسمت فهمیدید رقم سی ام دی و دوز اخبارات هستیم این قسمت نوشته که پنگ فهمیدید رقم است باز کی پنگا www.facebook.com نه این قسمت که است کدام پروتکل کار میکنه پروتکل DNS کار میکنه و تو نشان میده که اونمو وبسایت این وبسایت آی پی شند است اینی که از آی پی آدرسش است 157 نقطه 240 نقطه 227 باز نقطه چی رقم است 35 است این کدام پروتکل بود که این میره پیدا کرد این پروتکل DNS است که برش ناوتی به تو چی نشان میده آی پی را نشان میده ادار اگر من بگیرم دوستا اینی قسمت امی آی پی را بگیرم اینی آی پی را صحیح است برام اینجا پیست کنم چی میشه فیسبوک باز میشه فهمیدی رقم است چی شد چی رقم شد کپی نشد کپی کردن از سیم دی که است انتر است فهمیدی رقم است وقتی که من دا سلکت میگیری انتر پرس کپی میشه یه بلد بلی تو بوله خب این قسمت آی پی را پیست کو باز انتر کو باز چی باز شوه فیسبوک باز شوه صحیح این قسمت نه ببین کلیک این قسمت اگر اینجا باز نشد یک دفعه این قسمت من ترای کنم این فیسبوک است اکثرا از طریق آی پی مگه سکیوریتیش ضعیف میشه نمیفهم که چی پشت چی دلیل داره این قسمت آی پی پیست کنیم انتر کنیم اگر این شلایی کرد باز چی کنیم باز گوگل ترای میکنیم این چی رقم است این بخاطر سیفتیش از چی رقم چی انتر شو از طریق نام میگه انتر شو ما یه کار میکنیم این قسمت مثلا کی اکسس میکنم اینجا پنکی google.com نه آی پی گوگل 88 نیست اینجا غلط نکنین دیگه چه رقم است آی پیش 172 چه رقم است 19 100 چند 96 ایران چه رقم است ایران امکان داره این دفعه یک سفر برابر شدی ده فقط کی برابر شوی دیگه سفر برابر شوی یک دانه نیست دیگه آی پی میام بله این فرض مثلا چه رقم است یک دفتر است که 100 دانه کارمند داره تو از وقت خدماتش که میری امکان داره یک قدر نفر برابر نشی یک فقط احمد برابر شوی یک فقط راشد برابر شوی فقط کریم برابر شوی فهمی چه رقم است لا یفهم امی آی پی رو این قسمت پیست کنم با چی باز شوی این قسمت کپی شده می این قسمت پیستش میکنم 172 باز چه رقم است 19 دیگه چه رقم بود باز شد گوگل بله البته ما را که ما چی هدف گرفتم که تمام وب پیج‌های دنیا را که ما شما اکسس می‌کنیم از خود چی دارن؟ از خود آی پی دارن. خیلی ما شما آی پی تایپ نمی‌کنیم. آی پی سخت است. والا سخت است دیگه. حالا ما مثلا موبایل هم کس باید کلید شما رو سیو کنی. کی شمارش به یادت نمیاد شماره کانتاکت اندی ورم. سیستم ان شاء الله مطلب به می خاطر است که ما شما وقتی که زحمت نکشیم که جای بخواد لزج کنیم نه رقم ورقه بکشی که این آی پی فیسبوک این آی پی یوتیوب این آی پی گوگل همین رقم است نه این آی پی آمازون چه وبسایت است یک دانه خو نیست فقط یک کار کو این قسمت تو ناشتا کو www.google.com زیست مثلا امی که انتر کنی باید بسید بفهمه که آی پی سرور چند است آی پی کام سرور گوگل تا که آی پی گوگل نفهمه چی رقم به گوگل ریکوست بده امی که من انتر میکنم کدام پروتکل کار میکنه امی که انتر میکنی پروتکل DNS کار میکنه افرین چی کار میکنه پروتکل DNS میره از این نام چی پیدا میکنه آی پی شا پیدا میکنه از کجا پیدا میکنه از DNS سرور فهمید چه رقم است از کیت سرور گوگل سرور نی DNS سرور فهمید چه رقم است اداره از DNS سرور پرسان میکنه google.com آی پیش چند است بازو برش چی میگه دیگه میگه اینی آی پیش است نه 100 چند مثلا دیگه 72 217 19 100 چند 96 او برش DNS سرور برش چی میگه باز برش آی پی رو برش میگه
پی سی ما که آی پی رو فهمید باز چی میکنه؟ از کدام پروتکل استفاده میکنه؟ باز از HTTP اس استفاده میکنه. باز برای نوع آی پی ریکوست میده که بر ما وب پیج ده بده. باز اون چی رو روان میکنه دیگه؟ وب پیج روان میکنه. یعنی اینما کار میفهمه چه خواهد صورت میگیره؟ امی که من کلیک میکنم اونم کار میشه. بله یا امی حالا وقت اول ریکوست بکی رفته اول ریکوست برای این سرور از او چی پرسان شده؟ از او آی پی پرسان شده که آی پی چند از بدر؟ باز دوباره پس چی گفته؟ برای ما آی پی را گفته. آی پی را که میخوای ببینی در صفحه CMD پینگ کنم نامه. وقتی که پی سی ما آی پی را فهمیده باز چی کرده؟ باز HTTP ریکوست کرده برای چی؟ برای وب پیج. برای وب پیج. این وب پیج است نیست. این ما شما چی میگیم؟ وب پیج. باز دوباره ما از طریق پروتکل HTTP چی روان کرده؟ وب پیج روان کرده. داره سوال است ما دیگه چیز. امی دین سوال در کجا است؟ این صنف پالو است، در منزل بالاست. یا در پیش ISP است. این کجا است؟ بله این کجا است؟ بخوایم از ما جایشان نشان بدم که می دین سرور در کجا است؟ ما نشته نمیدونم google.com میگه کدام پروتکل کار میکنه؟ پروتکل DNS کار میکنه. از نام چی پیدا میکنه؟ آی پی شه. کی ریسپانس میکنه؟ DNS سرور. این سرور در کجا است؟ این خوب نیست که کامچه خیالی باشه. یک سرور خوب وجود داره. فهمی چه رقم هسته؟ ادال ما شما اگر بخوایم که بفهمیم که در کجا هست، این قسمت این داخل گوگل عمل هستی ما شما نی در داخل گوگل که بودی این قسمت نوشته که داخل گوگل نه root dash servers فهمی چه رقم هسته؟ یعنی .org یعنی لینک نوشته که با تو با چی نشان میده؟ موقعیت این سرور نشان میده. اینا این دفعه کلیک کنه دیگه کارکت باز جور است. اینا پیداش کردیم. اینا پیداش کردیم. فهمیده کجا است؟ نقشه جهان خو بلد هستین. این رقم دیدیم که اینی خو امریکای شمالی است نه؟ یونایتد استیت، مکزیکو، کانادا و اینجا رو بر میگیره. دیدین چقدر است اون قسمت؟ یک 40 دانه یک طرفش است و یک شنگش است. اون 40 دانه یک شنگش است اون کالیفرنیا است. این بحر نیست. اینجا چی است؟ جزیره است. مثلا جزیره هوایی که میگن شه هوایی. یکی اوج است اون رقمی است. و این قسمت است فهمین؟ این که این قسمت ما شما چی میگه که اپیزود شه؟ ما کجا هستیم؟ این جهان کلام کجا افتادیم این قسمت؟ این اینجا. این ما شما نزدیک نیست؟ امی 215 دانه نی؟ یک بار من اینجا کلیک میکنم. صحیح است؟ که دیگه برای ما اسپسیفیک کنه. دیگه در باز کجاست این قسمت؟ میشه رقم است این قسمت؟ یک 7 دانه نزدیک ما و شماست. دیگه چه رقم است؟ 97 دانه. این کدام کشور است؟ طرف سعودی است نی؟ 251 دانه طرف دوچلند است. دوچلند یکی را میگن فکر کنم جرمنی را. بله 50 دانه در اسپانیا و همین رقم یک این قسمت با ما این نزدیک است. برای شما کجا نزدیک است؟ همین نزدیک است نه؟ یعنی باز یک کلیک این قسمت. دیدین کجاست این قسمت؟ 4 دانه کجاست این قسمت؟ در تاشکند. دیگه چطور؟ این قسمت به طرف 3 دانه در کجاست؟ در اسلام آباد. 2 دانه کجاست؟ در خود کابل در زمانزله پیش وزارت مخابرات. فهمی چه رقم است؟ این 2 دانه سرور که است هر دویش در وزارت مخابرات است. ما سابقا در دولت کار میکردیم یا را عملا پیشان رفته بودیم. در وزارت مخابرات به 8 منزل هستند. این فهم چقدر وقت شد آمدین یا 2 سال میشه یا آمدین. در قبل از 2 سال تمام ریکوست های DNS ما شما کجا میرفته؟ پاکستان. این 2 سال آخر شده که این 2 دانه آمده. شده شما مطلب؟ اینه. اینی که از اینمی و پیج ما شما چه نشان بدادن این قسمت تمام DNS سرورهایی که در جهان وجود داره. شده شما مطلب؟ 2 سال فهمی چه رقم مسئله است؟ این DNS سرورهایی که در افغانستان هستن اینیا که هستن اکثر وب پیجا را ندارن. فهمی چه رقم است؟ مثلا بگی تو در این قسمت وب پیج به عنوان مثال ریکوست کو به عنوان مثال فرض کو کجا amazon.com مثلا netflix.com نی اکثر وب پیجا را باشن که ریکوست برای چی میگن دیگه میگه ما برای جواب نداریم. باز دنیا یک دانه سرور است
که تمام وب پیجای دنیا را نامش و آی پی چه رقم از پیش خود لز داره. اون دین سرور که است 8 آی پی است. فهمیدی رقم یک خیلی دیدین آی پی ده؟ ای آی پی دینس سرور است. شده شما مطلب؟ اینی آی پی از یک سرور است و او سرور قوی ترین دین سرور جهان است. نه افغانستان نیستی. از ما شما که هست دیگه همه و پیجا رو نداره. اینی دین سرور که انستال کنی دیگه نام رقم وبسایت باز کرده میتونی. نام رقم وبسایت. شده شما مطلب؟ باز در رأس کنترل اینی سرور که است کمپانی گوگل است. یادتون باشه. فهمیدی رقم است؟ کسی که مسئول کنترلش است کدام کمپانی است؟ کمپانی گوگل این دین سرور کنترل میکنه. وی پی ان چه قسم است؟ وی پی ان در سایت بعدی است. این لکچرهای چه چندم میاد لکچرهای زو. از رو شما میخوانید که وی پی ان چه رقم کار میکنه. چی؟ وی پی ان پروتکل root-server.org نوشته میکنم. دیگه دوستا شما که مثلا شما بتونید این قسمت اگر من اصلا باز انتگرال میکنم. اگر من اشتراک کنم google.com اولی ریکوست در کجا میره؟ ریکوست اول در کجا میره؟ دین سرور است. فهمیدی رقم است؟ دین سرور چی پرسان میشه؟ آی پی پیدا میشه. ریکوست اول مستقیم طرف گوگل نیست. اول به دین سرور است. باز او بر ما کی میگه؟ در ما آی پی رو میگه. باز ریکوست دوم چی است دیگه؟ با استفاده از پروتکل HTTPS به طرف چی است دیگه؟ به طرف کدام سرور؟ وب سرور. از وب سرور باز چی حاصل میشه؟ وب پیج حاصل میشه. شده شما مطلب بخاطر که این مسئله هیچ وقت یادتان نره به شما چیز نشان میدم. فهمیدی رقم است؟ این مسئله دی ان اس دیگه همیشه باید یادتان باشه. مسئله پروتکل دی ان اس و پروتکل چی؟ HTTPS. بله. کم کال دی ان اس از طرف خود داره. از طرف خودش نیست. و دین سرور از طرف افغان تلکام نیست. یک کمپانی در جهان وجود داره به نام آیانا برش میگن. فهمیدی رقم است؟ در رأس کنترل اینترنت جهان که از اون مو است. در هر جا که سرور مانده شود تصمیم او میگیره. اینا رو رسمی و ما ولی که استاد ست. بله. ست نمیکنیم ما، برای خودش ست میکنه. اگر ما 8 بگیریم با این ریکوست نمیره. نه. در اداره دولتی که ما کار میکردیم در ما مکتوب آمده بود رسما که باید تمام اداره ها چی کنه دیگه؟ دین سرور خود با نمود دین سرور کی چنج کنه؟ وزارت مخابرات چنج کنه. صحیح است؟ در کسی که مثلا موبایل خود صفحه غیر اخلاقی سرچ میکرد ریکوست با کی میاد این قسمت؟ بعد این سرور مخابرات میره کانسی بازش میکنه با پیج ندارم. برای بخیر رسما مکتوب اومده بود که باید چنج کنین. کسی چنج نکنه باز مجازات میشه. لالا باز ما خیلی شخصی است دیگه، نه محیط شخصی است. من دلم هر چیز گرفتم. فهمیدی چه رقم است؟ اما در محیط رسمی که باشه، بخیر رسما دولت مکتوب داده بود از اشتراک کسی استفاده نکنه. در اشتراک که از کل چیز باز میشه. استاد؟ بله. یعنی وقتی ما مثلا چیز سرچ میکنیم بله. چطور میفهمم که در کابل برای پاکستان برای ریکوست ما سگ خوب یعنی قسمت داره که نشان بدم. یعنی هدف دین سوال هدف است. دین سوال. صحیح است. سگ این قسمت با چی میکنیم اینجا؟ ما چی نشون میکنیم اینجا؟ CMD. صحیح است. وقتی بخوای در کانتر چک کنی و کانتر تو کدام آی پی ست شده ایرخ میفهمی که آی پی نباشه هیچ کانکشنی وجود نداره. فهمیدی رقم مثلا آی پی در کامپیوتر مشما مثل سیم کارت موبایل است. فهمیدی رقم از بدون سیم کارت میشه که کال کنی نمیشه. بدون آی پی هم کانکشن نمیشه. اگر میخوای چک کنی آی پی را با چی رقم چک کنی باش که یک رفت است پیش شما. تو یک استاد باش که طرف بریم. این قسمت میفهمی چی رقم اکرو نوشته که آی پی چی کانفیگ. فهمیدی رقم است آی پی کانفیگ نوشته که اگر خواستی که یکم که معلومات زیاد ببینی باز چی نوشته میکنی آل. فهمیدی رقم است شاید کانال کلا دیده باشین. آی پی کانفیگ نوشته که این قسمت /all شد نشان مطلب استاد بله بیای ما تغییر میکنه نه دینیس هم تغییر میکنه دیگه نسخه لابراتوار نشان ببینید مثلا چیزا نشان بدم آی پی کانفیگ /all نوشته کردم یک انتر کنم این قسمت آی وای چی حالسی آی پی کانفیگ /all ما در کجا کنکت هستم برای در وای فای یا در وایر نام از این پورت چی است پس با کجا بگردم این قسمت دنبال کنفرمیشن کلش کار ندارم من باید دنبال چی بگردم کدام اینترفیس نه پیداش کردم کدام اینترفیس ایترنت ادپتر یعنی که این اینترفیس دربارش معلومات ببین قسمت
برای پی سی ما که از دینس کی معرفی شده 8 معرفی شده برای پی سی برای کی گفته برای پی سی ما یا با کی برای کی فهمانده که دینس 8 است این وقتی تو که اولا جا پلاک میکنی فهمی چه رقم است این راوتری که در بالا وجود داره وظیفه راوتر چی است با تو هم آی پی بده هم دینس ابو بگه فهمی چه رقم است یعنی که آی پی با ما کی گفته راوتر گفته راوتر که از باید کانفیگریشن شه ما شما خود می راوتینگ خمیارا میخوانیم نی دستای راوتینگ که شروع میشه گپا رو باز میخوانیم چه رقم راوتر رو بفهمانی که به کامپیوتر بفهمونه فهمی چه رقم است او با درسای راوتر است یعنی حالا ما بفهمین که اینمی آدرس بر پی سی ما کی گفته این راوتر برش گفته که دین ساوار تو کی است 8 است اگه این یک برای ما آی پی هم داده آی پی رو ما آی پی داده 192 168 90 چند 71 این آی پی رو برای ما کی داده تو فهمو تو راوتر اگه دوستا این خلاص شد این قسمت نشتا دی سی پی چی یس یعنی به این معنی که ای آی پی برای ما چی رقم آمده برای ما اتومات آمده فهمی چی رقم است اگر این قسمت نو نشته باشه چی معنی میده که آی پی رو ما خودم ست کردیم فهمی چی رقم است اگر قسمت یس نشته باشه چی معنی میده که این با ما کی داد آی پی را برای ما راوتر با ما آی پی داده شده شما مطلب یعنی که برای ما شما گپا راوتر میفهمونه راوتر کی فهمونده او را ما فهموندیم فهمی چی رقم است که پی سی ها چی رقم تو بگویی باز ما شما دستای راوتینگ خواندیم گپا رو باز میخوانیم چی رقم راوتر بفهمونی آگه گپ شما این کجا بودک سکن دوستا اینجا گپ است اینجا داخل دین سوار با شما نشان میده آی پی ها وجود داره فهمی چی رقم است آی پی ها فهمی چی رقم شده این قسمت با آدرس ها چی رقم شده دیگه حساب یک جای شده فهمی چی رقم است این آی پی آدرس ها با کدام نام ها با این نام ها فهمی چی رقم شده حساب شما چی میگه مرد شده این رقم شده ان شاء الله مطلب این انفورمیشن داخل کجا است ایتا نفرای دیگه رفت طرف کجا این قسمت طرف اینترنت کلاب آی مو دیگه پام رفتنی این ویدیو خیلی سابق است میخوام مثلا برای از اینترنت کلاب یک دانه مووی دانلود کنم صحیح است میخواد که گیم اف ترونز بگیره فهمی چه رقم است اذا رفت داخل اینترنت کلاب بعد که طرف این قسمت دیگه آن این چه رقم است یک دانه وبسایت استفاده میکنه کدام وبسایت بخاطر دانلود کردن مووی میگیره www باشه نشه که قسمت دیگه filmingos.ca صحیح شما بلازیم وبسایت دانلود کردن مووی ده اگر لقام بدیم مثلا پرسان کنین چند رو خوب وبسایت مشهور میفهم بخاطر دانلود کردن سریال فیلم است اراده دوستا چه رقم است این قسمت ایرا انتر میکنه صحیح دیگه وقتی که کما که خساریش رفع شود دیگه قندم منداز دیگه میشه فهمید چه رقم است حالا شما پروسه بک‌گراند رو ببینید ای ریکوست کجا میره به نظرتون رفت طرف کی این قسمت طرف دینه سرور فهمید چه رقم است این طرف کجا واسه ریکوست ما شما این قسمت دیگه طرف دینه سرور این طرف روت سرور که دینه سرور میگن پیشان گل داشته کردن روت سرورز راه دیگه از راه فکر از کشورها و از اسپیا تیر شده رفت این با کجا رسید این قسمت دیگه اینی که از دینه سرور است تو برش نام بگو تو چی رو میگه با تو آی پی رو میگه که این آی پیش است فهمی چه رقم است آن یک ریکوست دیگه ریکوست نیست چی رقم است ریکوست آمده روان است آن ریکوست ما آمد دیگه از این که پتاور خبر داشت این چیزا وجود داره این ریکوست چی رقم است این filmingfilmingos.ca نه او برش میگه 192 226 دیگه چند 135 آی پیش است میگه برو دیگه فهمی چه رقم است اونم سرورایش اونجا موقعیتش است میگه آل ریکوست امیدیرس ما شما ریپلایش پس طرف کی آمد نه این ریپلای پس طرف کجا میاد این طرف پی سی میاد فهمید چه رقم است که پی سی را میگه که اینی آی پی کی است آی پی filmingfilmingos.ca است فهمید چه رقم است این ریپلای پس طرف کی میاد طرف پی سی که پی سی آی پی را بفهمه پی سی که آی پی را فهمید باز چی میکنه باز برای وب پیج ریکوست میکنه فهمید چه رقم است ریکوست اول برای وب پیج نیست ریکوست اول با کی است با دی ان سرور است وب پیج دیگه اون سایت filmingfilmingos.ca یک دفتر از یک کمپانی است مثل نتفلیکس واری یک دفتر است دیگه از خود سرور نتفلیکس مشهورترین نتفلیکس از خود سرور داره داخلش فیلم‌ها رو میندازه مردم ماهانه پیسه میده فیلم میبینه نه نتفلیکس عمل چقدر مشهور است
الان فیلمنگوز که هستن مثل چی واری دیگه مثل نتفلیکس واری یک سرور مشهور است چطور شما مطلب حالا خود نتفلیکس خیلی کش کردن داره استفاده میکنه نتفلیکس خیلی خوب چیز است در روزهای سیسنی نخوانید اینو مقصد خودت ای ریپلای با کی آمد این قسمت ببین ریپلای با کی آمد بله بی سی ریپلای آمد بی سی آل فهمید که خو خیلی از این وبسایت آی پی اش چند است دوباره نمیفهمید این پروتکل دی ان اس رفت پرسان کرد پس آوردش اداره ریکوست برای کی میره دیگه ریکوست آل برای وب پیج میره فهمید چه رقم است ریکوست آل برای وب پیج رفت فهمید چه رقم است و ریپلای دوباره پاس که آمد باز وب پیج چی میشه دیگه دیدین چه رقم است این متوجه نیست داریان نشدیم متوجه این متوجه چه رقم است این قسمت که تابال نفت داده به داخل چای یعنی که ریکوست دی ان اس رفت باز آی پی پیدا شد باز چه رقم است برای وب پیج ریکوست شد پس چه رقم است چه وقت داده برگرفت اما که وقت گرفت که نقام داخل چای افتاد بس این مطلب ما الان از ویدیو رو فهمیدین که باید فکر نکنیم والا چقدر منظری بشنم یکی گایوجا برایجا فهمیدی یه دیگه که میبینی تا نو وقت دار میگیره شده شما حالا پروتکل جنس خوب شناختین این ویدیو چه وقت آپلود شد دیدین چه وقت آپلود شد 2010 اون وقت نتفلیکس وجود نداشت فهمید چه رقم است خب دوستا کدام پروتکل تا آشنا شدین HTTP فهمید چه رقم است HTTPS دیگه چه رقم است DNS درست است یک کار پیش دادم پیش اگه دیدین یادم چی بود نامش DHCP این پروتکل کارش است از راوتر و تو آی پی میاره فهمید چه رقم است زمانی که پروتکل فال باشه میره از راوتر تو چی میره قسمت دیگه آی پی میره آی پی هم برای پی سی میره صحیح است و هم برای پی سی میگه که دین سرور کیست این کار کدام پروتکل است کار پروتکل DHCP است که در نتورک از استفاده میشه اما تو مثلا موبایل تا میگیری دا وای فای کانکت میشینی ای آی پی کار داره نداره خب ولی کی آی پی میده راوتر نه راوتر وایرلس برش آی پی میده اگر آی پی نداره رقم اینترنت کار کنم او کدام پروتکل فال شده که آی پی میده DHCP فال شده فهمید رقم است خب دوستا با شما دیگه پروتکل در نتورک بگویم دیگه پروتکلی که بسیار مشهور است یک پروتکل است به نام SMTP فهمید چه رقم است این پروتکل که است پروتکل ایمیل آدرس است تو که هر قدر روزانه با کسی ایمیل کنی فهمید چه رقم است پروتکلی که در بک‌گراند کار میکنه ایمیل ها را میبره کدام پروتکل است SMTP است شده شما مطلب دوستا در دنیای نتورک یک دانه پروتکلی که بسیار مشهور است به نام چی به نام TCP ETC فهم کارش است ETC که است کریر است انتقال دهنده است یعنی به عنوان مثال تو فرض کو که من گرفتم با یک نفر چی کردم این ساعت ایمیل کردم صحیح است اداره امکان داره که اینترنت ما ضعیف باشه نه دیسکانکت کانکت شود نه خب نمیشه من هر دفعه سند کلیک کنم این پروتکل TCP کارش است بله این ترای کردم میره فایل که مثلا تو سند گفتی چرا کنین چرخک زدم میره تو چه رقم است آدم شما فایل سند بگیرم مسنجر یا واتساپ نه این دفتر اگر اینترنت قوی نباشه چی نمیشه سند نمیشه نه لودینگ نمیکنه این کدام پروتکل کار کرده میره پروتکل TCP این فایل میبره که راوتر مصروف است میبره باز چه رقم است راوتر مصروف باز میبره که راوتر مصروف این کار کی است این قسمت کار پروتکل TCP است که تا آخرین حد تلاش میکنه که فایل تو رو به کی برسانه دیگه به دستنیشن برسانه کریر است انتقال دهنده است کدام پروتکل TCP دیگه پروتکلی که دنیای نتورک بسیار مشهور است مثلا کدام پروتکل است بله UDP دیگه مثلا چی بله FTP FTP چه رقم پروتکل است فایل ترانسفر پروتکل است این فهم چی میکنه مثلا تو دو تا پی سی رو میگیری شیرینگ میگیری باش ما گفته یک از اهداف نتورک چه رقم است شیرینگ است اما که مثلا شما از طریق پی سی خود شیرینگ میکنیم در بک‌گراند پروتکلی که فایل ها انتقال میده پروتکل FTP است اداره دوستا این پروتکل ها یکش هم امکان نداره کار کنه اگر چی نباشه اگر آی پی نباشه فهمید چه رقم است این آی پی است نه آدرس است آی پی آدرس اگر نباشه هیچ وقت امکان نداره که یک پی سی با یک پی سی کانکشن کنه موبایل با اینترنت وصل شود پی سی با اینترنت وصل شود این کلش ذریعه چی میشه دیگه ذریعه آی پی میشه دیگه این کینگ پروتکل است این کینگ است اونم کیوینش است الان چه رقم دوستا چه رقم مسئله است
در دنیای نتورک هزاران پروتکل است. این رقم ما شما که روزانه اینترنت کار میکنیم، چت میکنیم، یک پروتکل است. گپ میزنیم، دیگه پروتکل است. وب پیج استفاده میکنیم، دیگه پروتکل است. فهمید چه رقم است؟ یک تا پروتکل زیاد است. کلش لازم نیست ما شما تشریح کرده بریم. در بین پروتکل ها که هستن دو دانه پروتکل، یکی TCP، یکی هم چی؟ یکی هم IP. مشهورترین، پرکارترین، پر استفاده ترین پروتکل این دو دانه هستند. یعنی که در هر جای هستی ها، یکی TCP، یکی رقم IP. یعنی IP. فهمید چه رقم است؟ یکی TCP، یکی رقم است IP. الان در کل ما شما پروتکل ها زیاد داریم، نه؟ هزاران پروتکل باشه. در کل اینمی فامیل پروتکل ها را برام چت میکنن؟ فامیل TCP IP. با شما یک مثال لایو رو بگم. مثلا در کوچه فرض کو یک فامیل است، یک 20 نفر عضو داره، نه؟ 20 نفر چه کل کوچه نمیشناسه. فقط در کوچه که از دو نفرش هم میشناسن. یکیش جمیل است، یکیش هم فواد است مثلا، نه؟ در کوچه برای کلی معرفت داره. دیگه فامیلشون چه رقم است؟ دیگه‌شون که هستن تو بساب گوشه‌گیر است یا صبح میرن و شب می کسی نمیبینه. شما می رقمی است. ما حسابت من ادامه شناسم. با چه رقم است؟ چند نفر از اون فامیل مشهور است؟ دو نفر. یکی جمیل، دیگه چه رقم است بود؟ فواد، نه؟ اگه یک روز از اون فامیل یک نفر چه تیر شود کسی پرسان کنه نه که نی از کدام فامیل است که از کی است این نفر؟ او از خانه جمیل فوادشون است. همین درست یا نیست؟ فامیل چه رقم است؟ یعنی که اونمو فامیل در کوچه کلی برنامه چی مرتبط میکنن؟ فامیل جمیل و فوادشون. الا در دنیای نتورک هست پروتکل ها خیلی زیاد است، هزار دانه است. دو دانه پروتکل بسیار مشهور است. یکی چی است؟ یکی TCP، یک رقم است IP. در کل اینمی فامیل برنامه چی میکنن؟ TCP، IP چی؟ فامیلی. فامیل رقم است TCP، IP فامیل پروتکل ها را میگن. کدام پروتکل ها؟ اونو پروتکل هایی که امروزه اینترنت به وجود آمده، این نتورک به وجود آمده. در کل اینمی فامیل کلش که جمع کنی یه برنامه چاپ میکنن فامیل TCP IP. حالا باید فهمیده باشین که TCP IP خودش چی نیست؟ TCP IP که هست فهمید چه رقم است؟ یک پروتکل نیست. خود TCP ما شما چی میگیم؟ TCP IP. TCP IP که هست فامیل پروتکل های استاندارد هم میگن. خب این چرا استاندارد برش میگم؟ باختری پروتکل ها ما شما استاندارد میگیم، این مشخص نیست که مثلا از IP در استفاده کنه، HP استفاده نکنه، مثلا آیفون استفاده کنه، سامسونگ استفاده نکنه. این پروتکل ها با کدام برند مشخص جور نشده. چه رقم یاد پروتکل هستن؟ استاندارد means ایده کل جهان استفاده کرده میتونه. پس TCP IP ما شما چی میگیم؟ فامیل پروتکل های استاندارد. این فامیل پروتکل ها چی به درد میخوره؟ اینمی فامیل است که نتورک به وجود آمده و نتورک کلان شده اینترنت به وجود آمده. شده شما مطلب در اصل نتورک خودش چی است؟ همین اینترنت چی است؟ چه رقم تعریف میکنیم؟ بله اینترنت مساوی است با فهمید رقم این تعریفش است؟ نتورک آف نتورکس. فهمید رقم است؟ یعنی شبکه ها. یعنی میمونه که داخل افغانستان سویچ راوتر درست است به وجود آمد، نه ولایت ها به همدیگر وصل شد. همین کار پاکستان هم کرد، سویچ راوتر خریدن به همدیگر چی کردن، این قسمت دیگه وصل کردن. اینمی کار هند هم کرد، اینمی کار چین هم کرد، اینمی کار روسیه هم کرد. صحیح است این قسمت؟ باز یا به همدیگر چی شد این قسمت دیگه؟ درست با شما گفتین کمپین دو تا برانچ داره، چی کار داره این قسمت دیگه؟ دو تا راوتر کار داره. یکی به شهرها به چی رقم است؟ به برکی. حالا فکر کو که راوترهای افغانستان به پاکستان وصل شده. از پاکستان به کجا وصل شده؟ به طرف دبی وصل شده، به هند وصل شده. از اون طرف اروپا وصل شده راوترهایشون. از اروپا طرف یو اس ای رفته. فهمید رقم است؟ یک نتورک بسیار کلان نشده. پس نام نتورک چی است؟ اینترنت. فهمید رقم است؟ اینترنت از چی تشکیل شده؟ یک نتورک است از چی تشکیل شده؟ از نتورک ها. ان شاء الله مطلب کلیر است. اینترنت means network of networks. و دیگه در روی اینترنت کدام پروتکل ها کار میکنه؟ کدام پروتکل هاست که اینترنت کار میکنه؟ کدام پروتکل ها؟ اینه TCP IP فامیلی. یک فامیلی گفتیم فامیلی چی معنی دیگه قسمت دیگه؟ یعنی به معنی که تمام پروتکل های استاندارد جهان چی گفتن میشن؟ TCP IP فامیلی. کی ساخته دوستا؟ ایره کدام
نفر در شوربازار نساخته باشه. ها؟ یکی ساخته باشه به نظرتان. دوستا که خو کریاتورش کی است؟ دیودی است. فهمیدین رقم است؟ دیودی کی است؟ دیپارتمنت آف دیفنس مانامیده، وزارت دفاع امریکا مانامیده. یعنی که تی سی پی آی پی را اون فامیل پروتکل‌ها را دی ان اس، دی سی پی، اس ام تی پی، آی پی، اچ دی پی، اچ تی پی اس در کل این فامیل پروتکل‌ها را کی ساخته؟ وزارت دفاع امریکا. و اون ساختین دیگه. هر روز بخواین گرفتهش هم میتونن. نه نداره. بله. این ساختن پروتکل و لانچ کردنش در جهان فقط حقیقی است دیگه. حق یو سی است. دیگه سوپر پاور است. یعنی می سوپر پاور ساختیش. یعنی می اینترنت اول چقدر ماهوار پیسه جهان در جیب از میره. ایران دمی با اینترنت روسیه فرق میکنه. نه. یک بار شما روزی که اینترنت واجد یک جلسه ما درس میخوانیم، یک بار کلیر میکنیم. یکی میگن در روسیه یک چه رقم سیستم است، در چین دیگه رقم سیستم است، هیچ ما نمیده. فهمید چه رقم؟ یک بار کلیر میکنیم. خب دوستا ان شاء الله فامیل تی سی پی شناختین؟ فامیل تی سی پی که از فامیل پروتکل های چی میگن؟ استاندارد میگن. الان ما شما دیاره گپ بزنیم این قسمت که در جهان چند نوع نمبرینگ سیستم وجود داره. چند نوع وجود داره در کل 4 نوع وجود داره. سیستم دسیمال وجود داره، باینری، هگزادسیمال، دیگه چه رقم است؟ اکتال. سیستم دسیمال که سیستم یا فقط سیستم میگه سیستم دسیمال. بله سیستم داتایی. بله یک 10 رقم داخلش وجود داره، عدد وجود داره. از کجا شروع میشه؟ از صفر تا 9. اگر یک شروع میشد بازی 9 دانه میشد. از 0 تا 9 10 دانه. این سیستم دسیمال در کجا استفاده شده؟ اینی پیسه نی؟ سیستم دسیمال نیست؟ شماره تلفن دسیمال نیست؟ قیمت یک جنس دسیمال نیست؟ تماما کارهای روزمره ما شما که سیستمش چی رقم است؟ دسیمال است. خوب از باینری نیست. یعنی قیمت موبایل چند است؟ 0101 چی میگه؟ چند نسیمه شما؟ خب دوستا این دسیمال که چی رقم است؟ کلا کار روزمره ما شما باید دسیمال است. از 0 تا 9. دیگه کدام سیستم وجود داره؟ باینری. این چی رقم است؟ این سیستم. بله این باینری سیستم که این فیچر دوستا فقط داخل از اینکه از 2 عدد وجود داره. 0 1. این صفرش آف معنا میده، یکش آن معنا میده. این دیگه استفاده شده. ماشین لنگویج بنده شما چی معنی کرد ماشین لنگویج؟ ها؟ استادی با خاطر که سیستم ماشینری از اون خلصای هم باید استفاده میکنه. او دو حالت یا آف است یا آن، دیگه حالت نداره. خب خود دوستا با مثال بدم. به نام مثال ما پرس میکنم چی دم؟ ای را صحیح است؟ این خود ای پرس کردم. این ای که است اصلا دیگه کد نمبر داره. فهمید چه رقم است؟ فکر با شما کد نمبرش در گوگل نشون بدم. کد نمبر ای چند است؟ اینو میفهمین؟ کد نمبر ای چند است؟ باینری چی؟ نمبر برای کی؟ برای ای. صحیح است؟ این باینری برای ای چند است؟ 0 1 0 0 0 0 چند؟ 1. اینی که از کد نمبر چی است؟ ای است. ای هم ای کلان، ای خورد نی. فهمید چه رقم است؟ ای خودش دیگه کد نمبر داره. فهمید چه رقم است؟ امی که این خدام واسه بی میگم ما ای ناشتا کنم. فهمید چه رقم است؟ امی که ای پرس کردیم اتومات کیبورد طرف پروسر چی رو آن میکنه؟ یک راپور. میگم این لحظه چی ان شد؟ چی ان شد؟ 0 1 0 0 0 1 ان شد. دیگه تو میفهمی دیگه. فهمید چه رقم است؟ با پروسر که است، پروسر که انتر ماشون تمام دستورها برش بینقیم برش فهمانده شده. فهمید چه رقم است؟ و پروسر گفته شده که هر وقت این دستور آمد باز تو چی کو دیگه؟ تو در جوابش ای روان کو. فهمید چه رقم است؟ این ریکوبس اونم تو راسته. این ریکوبس میره با کی؟ برای پروسر. میره با پروسر با داخل گپ میزنم. فهمید چه رقم است؟ و پروسر که است پاسکال پروگرام شده. که اینی کد نمبر که چی معنا میده؟ ای معنا میده. دوباره پس پروسر چی میکنه؟ دستور میده کی در مانیتور در پروگرام نوتپد میگه در روی اسکرین چی کنه قسمت دیگه ای دیسپلی کو. فهمید چه رقم است؟ چی دیسپلی کو؟ ای. یک مثال سمپل دادم. هر آن کاری که ما شما میکنیم
تمام دستورات طرف پروسه چه رقم میره؟ به شکل 0 1 0 1 0 1. فهمیدی رقم هست؟ به این خاطر برش میگن ماشین لنگویج. حالا فهمیدی چی میگم؟ یعنی که تمام دستورایی که پروسه رو میفهمه بر اساس 0 و 1 برش ثبت شده. ما شما از باینری سیستم روزمره خود کار نمیگیریم نی؟ که مثلا بگویی که قیمت موبایل چند است، بگویی که 0 1 0 0. رقمی خود نمیشه دیگه. خب دوستان این قسمت دیگه مثلا دیگه کام سیستم وجود داره هگزادیسیمال. ایفانی کام سیستم است این قسمت. بله سیستم چی است دیگه؟ سیستم 16 تویی. چند تویی؟ 16 دانه. خب از 0 تا چند است؟ از 0 تا 9. فهمید رقم است؟ چند دانه شده فعلا؟ 10 دانه شده. دیگه چی رقم؟ A داریم، B C D F تا با F است. این A چی فکر معنا میده؟ A 10 معنا میده. B 11 C 12 اینی با 13 ایام 14 او هم چی رقم؟ 15. این سیستم هگزادیسیمال با کجا یوز شده؟ بله دوستان ما شما بعداً میخوانیم که از IPv6 ببخشید از هگزادیسیمال یکی در مکالمه که IPv6 یک دو چیز است ما شما سوا گپ میزنیم. در مکالمه به کار برده دیگه چه رقم است؟ IPv6 استفاده شده. یک سیستم دیگه وجود داره با نام چی ازش میکنن؟ با نام اکتال. دوستان اکتال که سیستم 8 تایی معنا میده. از 0 تا چند است این قسمت؟ از 0 تا 7. چند دانه میشه؟ 8 دانه. سیستم اکتال یا سیستم 8 تایی که است همیشه با سرکت های برقی استفاده میشه. فهمید چه رقم است؟ سرکت های برقی، سرکت های مثلا چه رقم است؟ بورد چارجر. فهمید چه رقم است؟ اینی که پاک است کلا سیستم برق کدام لنگویج استفاده میشه؟ سیستم اکتال. کسی که CCNA میخوانه، CCNP میخوانه، CCIE میخوانه 30 سال هم کنه طول بخوره قچی سر نمیخوره. اکتال سر نمیخوره. وقتی که اکتال در فیلد نتورک بیخی دخیل نیست. این برمیگرده به کسایی که پاور انجینیر هستن. فهمید رقم است؟ ما شما که روزمره در بخش نتورک سر کار داریم، امروز چی سر کار داریم؟ دیسیمال، باینری، هگزادیسیمال. تقسیم نتورک است باینری خیلی بد عدد میخوره. ان شاء الله مطلب کلیر است. دوستان الان ما شما یک مطلب دیگه گپ میزنیم. در کل بخاطری که یک دیوایس بخواد که کامیونیکیشن کنه، مثلا لپتاپ است نی، اما اینترنت کار میکنه نی، میکنه نمیکنه. اگر یک دیوایس بخواد کامیونیکیشن کنه، یک موبایل است مثلا نمیخواد کامیونیکیشن کنه، باید موبایل یا کامپیوتر دو دانه آدرس داشته باشه. یکیش لیر 2 آدرس میگن، یکیش لیر 3 آدرس میگن. اون لیر 2 آدرسش مک آدرس معنا میده، لیر 3 آدرسش معنا میده آی پی آدرس. اگر یک کامپیوتر یا یک موبایل این دو رقم آدرس نداشته باشه هیچ وقت نمیتونه کامیونیکیشن کنه. آن پی سی اینترنت کار میکنه؟ بله. خیلی چی داره دیگه امیاله؟ هم مک آدرس داره، هم آی پی آدرس داره. ما ست کردیمش یا بوده؟ یکیش از کمپانی بوده، یکیش خلاص یکیش یونیک است، سعی خود دوستان یک شارت باتون بگویم. این مک آدرس که است زمانی که دیوایس تولید میشه فهمید رقم است خود کمپانی برش اپ میکنه. اگر موبایل هم میخری صحیح است یعنی با شما تو بیخ لایو نشان میدم. در این سیتینگ آمد این قسمت چی وجود داره؟ جنرال. فهمید رقم است با چی وجود داره این قسمت؟ اباوت. این پایین قسمت داشته است یعنی که این وای فای مک آدرس اینجا این قسمت. شده شما مطلب؟ ایدم خود موبایل خود کامپیوتر با دیفالت خود کمپانی برش اپ میکنه. اون آی پیش با چطور میشه؟ اون کمپانی اد کنه؟ آی پی اتوماتیک نه دیگه. آی پی را باید کسی دیگه غمش بخوره. همین رقم است. باید پی سی بی خودت آی پی را اساین کنی که اینترنت کار کنه. در موبایل باید به آی پی را اساین کنی که اینترنت کار کنه. ولی کار سخت نمیشه. میشه نه؟ یه 50 نفر اینترنت کار میکنه. برو من 50 نفر آی پی ست کنم. خب راوتر چی بگو دیگه؟ دی سی پی شو فالو کن. فهمیدی رقم است؟ راوتر چی را فالو بساز؟ دی سی پی را فالو بساز. دی سی پی که فالو ساختی یعنی به این مانیتور راوتر میگی از گوشه‌اش میگیری. فهمیدی میگی برش که هر وقت کسی وصل میشد آی پی را تو برش بدی. فهمیدی رقم است؟ به این خاطر است ما شما با وای فای کانکت میشیم، موبایل هم چی می‌داشته باشه؟ هم آی پی داره و هم مک آدرس داره. کمپانی خودش مک آدرس اساین کرد، آی پی هم کی برش اساین کرد برش داد. کی راوتر دیگه. فهمیدی رقم است؟ موضوع اسپات تو از اول سگ خو مثلا تو برام میگی که اسپات بده زیست خود نگاه پناسانی ما مثلا چی کردم میره قسمت اسپات خود چالان کردم زیست اونم لازم که من اسپات چالان میکنم موبایل ما تبدیل به راوتر شد
چه رقم است دیگه وظیفه ایمانی وجدانی چی رقم است دیگه که هر کسی که وصل میشه با او چی کنه دیگه برای آی پی بده یا آی پی دیگه میده بله یعنی خودش دی سی پی سرور میشه یعنی که واسه سرویسش میده اما خودش آی پی شده خودش سگ خودش مثلا ما شما در خودمانی دیتا روشن این موبایل دیتا روشن کردیم امی که موبایل دیتا روشن میکنی درست است این وظیفه کی است باز این وظیفه ایمانی وجدانی کمپانی از دیگه است فهمی چه رقم است که موبایل چی روان کنه برای موبایل آی پی روان کنه فهمی چه رقم است اگر وای فای کانکت میشی وظیفه کی است وظیفه راوتر داخل خانه است نه تو تو آی پی روان کنه اگر از طریق موبایل دیتا انتر شوی دیگه این کمپانی مخابراتی است نه امیال ما اونموجا که میفهمین در جایی که هستیم سیست دی چی پی را براتر فال ساختیم چقدر آی پی برای شما گوشه کرده باشیم چند آن آی پی نه او انترنت در خود ما نمیگم کمپانی مخابراتی است نه فهمی چه رقم است امیال فهمی چه رقم است این قسمت در دی چی پی سرور 5 میلیون آدرس کانفیگر کردیم ام سوال که پیش ما چقدر نفر داده میتونه 5 میلیون نفر 5 میلیون سابسکرایبر الان چی رقم است امکان داره که یک نفر چی کنه به عنوان مثال فرض میکنیم چی رقم کار کنه این قسمت اینمی موبایلش است نه اینترنت کار میکنه امکان داره که دو سیم کارت داشته باشه شده شاید مطلب به این خاطر است که الان یک دی سی پی فال شده سرور 5 میلیون دلار هم ست اپ شده است که این رقم توضیح کرده برام مردم تو کمی دیتا را آن که دیگه چی رقم از این قسمت او تو از آی پی میاد از اون خود اینترنت از اون کمپانی مخابراتی که اینترنت هر آن افغان آی پی تغییر میکنه او تایم داره تایمش که 24 ساعت است بله یا چه که ما کانفیگر کردیم شاید چقدر ساعت است 24 ساعت اگر تو موبایل تا 24 ساعت آن نکنی آی پی تو چی میکنی قسمت سرور بعد اگه نفر میده مختار 24 ساعت بر نگشتیم اگر بعد 24 ساعت پس آن شوی چه رقم است اما آی پی بر تو میوانه بله ای یاد اگه باز ما شما گپ میزنیم نو ای است بله کلاس ای نتورک دست خوب دوستا تا این قسمت انشاءالله کلیر است باز بحث بعدی ما شما که است درباره اینمی استراکچر مکادره گپ میزنیم که مکادره است در کجا است دیگر چند بت است چند بایت است دیگر می رقم آی پی را باید بس کنیم ما شما بحث فردای ما شما که است یکی درباره مکادره است و دیگر درباره چی است باز درباره یک مسئله بسیار اساسی در نتورک یعنی قلب نتورک است میگم که دو مسئله است یک مسئله است به نام آی پی آدرسینگ او هم کدام مسئله آی پی آدرسینگ این مسئلهش سلام ما شما درباره چی گپ میزنیم درباره دو نوع ورژن آی پی گپ میزنیم که آی پی وی4 است آی پی وی6 است یکی از کلیدی ترین تاپیک‌ها در نتورک این مسئله است بس بعدی ما شما ان شاء الله فردا مکادره است و آی پی وی4 است شده شما مطلب دیگه از بحث امروز باید درباره تی سی پی فهمیده باشین تی سی پی فامیلی فهمیده باشین درباره نمبرینگ سیستم ها معلومات پیدا کرده باشین دیگه چی خواندیم دیگه فهمید که وقتی که کانکشن شوه چند رقم آدرس ریکوایر است باید لازم است چند نوع آدرس دو نوع آدرس آی پی آدرس مک آدرس این دو دانه یک شام که باشه دیگه‌اش نباشه کانکشن نمیشه خب ان شاء الله سوال نیست بیخی دلم جمع دیگه فلاش که میذاریم فایل اسمی این سی پی دات کجا دات سی پی ال صحیح است ببخشید اینه قسمت که میمون شما اینجا یا نه دیگه اینه کدام ترفیس کارت ایترنت بخاطر ما یه کانکت هستم فهمی چه رقم است باز شو این قسمت پراپرتیز اینجا باز چی وجود داره آی پی وی4 فهمی چه رقم است ببین آی پی ما چی رقم انتخاب کردیم فهمی چی مانا یعنی که از اتر تو مود بگی اگر بخوای که خودت اصلا کنی چی رقم میکنی باید اینجا کلیک کنی ببین چی رقم است اینی آی پی بر کامپیوتر است و اینی چی است یعنی ببین دی ان اس مدوجه چه رقم است در کجا یکی پیش خود ماست که میتونیم تغییر بدیم بله خود دی ان اس او خب خودش او به اینجا اساین شده دی ان اس با کجا اساین شده او آی پی دی اینجا اساین شده است
باز ما شما که از دین سر بخاطر پی سی ما بشناسه آی پی او سرور در کجا میتیم دینیجا میتیم برای خود دینی سرور کی است آی پیش دینیجا اساین است شده مطلب برای کسی اساین کرده برش نه این آی پیش باز ما این رو فیش میکنیم این آی پی برای خود کامپیوترم و اینجا آی پی برای کی یعنی خود از چنج نمیتونه میتونه چنج یعنی که اون آی پی که برش ذات مخابرات داده اون آی پی برش اساین کردیم اطلاعات بعدش بخوره تغییرش میده فهمی چه رقم است دیگه بگو خودت سوال تا استاد مک ادرس امرای آی پی ادرس چی چی ارتباط داره این خیلی بانده که یه بوی خوب از چی بین گپای سبا خلاص میشه دیگه برای درس میخوانیم صحیح است در رابطه با این موضوع دین سرور این راوترها که هستن این راوترهای مایکروتک به خصوص فهمی چه رقم است یک میموری دارن از خود به نام کش فهمی چه رقم است این چی میخوانید شما چیز دیگه نخواهید ایره این کش است خب این کش فهمیم کارش چی است ابی که مثلا من اشتراک کنم در پی سی خود www.google.com ریکوبس رفت طرف کی دی ان اس سرور نه اول اونجا میره اونجا پاس دوباره پاس آمد ریپلایش نی برای ما ریپلایش آمد که پیش چند است 172 10 20 30 مثلا امی راوتر که است این پیش یادداشت نکنه فهمی چه رقم است یادداشت نکنه که آی پی گوگل چند بوده 172 10 20 مثلا چند فرض کنیم فرضی دیگه سی این خماری که واسه کرده بودم نی حالا تو در وای فای کانکت هستی تام ریکوست میکنی نشون میکنی google.com ریکوست و دین سرور نمیره خود راوتر برات میگه که این آی پیش است فهمی چه رقم است این رقم فصل بلمه این دیگه بیخی جت است فکر دین سرور داخل خانه تامات فکر کن فهمی چه رقم است این ویژگی راوترهای مایکروتک داره استورج دیگه جواب باشه که فارسی فکر خود اگه این یک آی پی که است یک آی پی 32 بایت است بله ادامه فهمی چه رقم است 1000 بایت یک کیبی میشه 1000 کیبی یک ام بی میشه یعنی که بسیار کم جای میگیره سیسکو راوترها نداره نه استاد از کوکیز این مدلش نداره بعضی مدلش داره از استورج هم شاید سایه میشه زمین باشه بسا به استورج خودشان میگیم استورج خودش هم بله دارن استورج اما به خاطر نیست دیگه این طرف او وقتا دیگه چیز است بازار ما شما میگیم وقتی چی است ان شاء الله مدام کلیر است مثلا کشف فهمید کشی ما نمیتا حافظه موقت است بله حافظه دائمی نیست راوتر کاف شو پاک میشه او مثل چی وارسته حافظه رم